فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما ابوذر از زاهدان سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا بعد از تراویح دعا جایز است؟ دعا یک عبادتی هست که الدعا هو العباده، یک عبادت هست، بلکه به صورت کامل خود عبادت رو در این روایتی که من عرض کردم به عنوان دعا رو به عنوان عبادت، یعنی دعا مساوی هست با عبادت. اصل عبادت، همه عبادت همون دعا هست و این دعا یک از عباداتی هست که هیچ گونه وقتی برای این تعیین نشده، یعنی مطلق هست، اجازه هست برای شخص مسلمان در هر لحظه‌ای که می‌خواهد دعا بکند. دعا بعد از فرض هم جایزه، بعد از تراویح هم جایزه، قبل از نماز جایزه، بعد از نماز جایزه، در صبح جایزه، شب جایزه. هر وقت که شما بخواهید و علاقه داشته باشید که دعا بکنید از نظر شرعی جایز هست که شما دعا بکنید. منتها التزام به یک دعا به یک وقت مخصوص با یک کیفیت مخصوص این از نظر شرعی ثبوتی رو نداره. به طور مثال شما همیشه بر خودتون لازم بگیرید که بعد از نماز همیشه دست‌ها رو بلند بکنید و دعا بکنید به صورت دست جمعی، یا بعد از تراویح مثلا همه دعا بکنن به صورت دست جمعی دعا بکنن و التزام بگیرن. این ثابت نیست از عمل رسول الله و یک نوع بدعت و نوآوری در دین است. اما این که هر فردی خودش به صورت جداگانه دعا بکند یا احیانا این کار رو انجام بدن از نظر شرعی اشکال نداره و جایز است.